چپا چپا رقص میکنم برش یا اگر هر کس پرسان کنه چرا رقص میکنی میگم آره ما آرایش میکنیم خدا از خدا میکنیم ما آرایشگر من جناب هستم چفه سلام خوب هستی؟ بازار یک تو تو مقبول شدی نه؟ شمای مقبول هستم تنها از ماستش که جان همیشه گفت بیا یک چیز جور کنیم فیلم بگیریم من راستی ما هیچ وقت پیدا نکردم دیگه گفتن آدم زود میکنه باز کد فیلم بگیره دیگه هم تال میخوره از خاطر زور راستی نشد که بگیریم من تا یا دیگه حالا یک ولاگ یا برنامه خاص براتون میگیریم که امروز به سفر هستیم بخیر سلام شکیب جان سلام دوستان عزیز خدا کنه جور سلامت باشید مثل مسکا جا گفتن ما هیچ گناه خودت هیچ گناه ما نیست ما بهتون گفتم بودم که میارتان میگیرم بخیر خوبی داشت بسخانه یکان چیزهای خوبش میخواستم جور کنم متاسفانه دیگه راست بگیم ما مسکا جا نمیمونم که درس بخوانه از اون خاطر هیچ سر استرس نمیکنم صبح میخزم میره پایین دکیلر در اونجا آفیسش جور کرده که از خاطر یخ است که اونجا میره دیگه با چاشت میایه چاشت یا شام میایه دیگه ما میتنیمینمش با چایش هم نمیبینش از اون خاطر دیگه ما هیچ استرس یک دو ماه دیگه مونده دوستا دیگه دعا کنین بر ما یک دو ماه دیگه مونده و کیلر تاکاو میگن دیگه ما کیلر میگیم به خاطر که نرمال آفیسم یا جای درسم در بالاست منتها بسیار گرم است خصوصا از در آلمان دیگه در این سال بسیار گرم است از خاطر زو دیگه پایان خوب دمی تاکاو خوب یخ هسته هوا خوب است در اونجا ما درس میخوانم دیگه یاد دوستان ما برتر که همیشه در اینستاگرام باز یکان عکس‌ها رو میگیرم وقتی که یک چیز جور میکنم عکسشو میگیرم بالا میندازم از اون خاطر برای گرفتن ایناش تنها نمیشه راستش میگم و دیگه استرس است که برنامه تنها آردیم هستیم دیگه بخیر یا دوستا کجا میریم بخیر انشالله میریم آلک میریم نیدرلنده دیگه انشالله آرسی ملکه جان و متی جان هستن این ویدیو که برای ما فکر کنم وقت آرسی دیگه یا تیر شده باشه از خاطر وقت نیست یا سبایش از اون سبا بخیر شوخین هستن دیگه باز دو روز بعدش آرسیس بخیر دیگه یا محفل بخیر بخوبی تیر شوم کلگی دوستای ما که از راه دور میاین ما میانی که راست بگیم از راه دور میم اون چند تا آلنگ افتر شد راسته دیگه یا محفل بخیر تیر شود دیگه کل دوستای ما بخیر بخوبی بیاین و بخیر بخوبی برن هیجانیستی؟ یا بسیار هیجانیستا من راست شو بکن هیچ تیاری نگرفته دوستای عزیز از خاطر من میخواستم برم یک گریشی نام بگیرم من میخواستم هیچ کارم نشد دیگه یک آدم از ارماریم یک گریشی را کش کردم و دیگه بندختمش گفتم بیا میرم میکشم یعنی یا راستی یا نمی‌کنم وقتم نبود زود ما گفتیم برو باز امور سبا دیگه روز باز دیگه بخیر روز تیر شد وقت تیر شد دیگه بخیر دیگه الان میریم ما براتون یک کم فیلم میگیرم وقتی که ما براتون هتل ما رو میگیرم میخوام براتون نشان بدم کل فامیلای ما نام خدا یک جای گرفتیم همیشه که آنلاین که ما میریم تو یک خانگک میگیریم خانگک چه قسم بود براتون بگم مثل ایتالیا وارد دیگه همه تو پوملوستا ایتالیا وارد یعنی که یک زمین است دیگه کلش تو خانگک هست و زمین بسته است زمین هم بسته است یعنی که بسته است کس از بیرون کس آمده نمیتونه و کلگی تو خانگک ها داره دو خانگک یعنی دو اتاق سه اتاق هر کس گرفته بر خود آشپزخانه هستم ایره همیشه ما گرفته بودیم در مورسی لجانم شیرخوری لجانم میره گرفتیم و راستی بسیار خوب است بر ما بخاطر هر چیز که نباشه آدم یک چاشت نان سوپ نان چاشت آدم خصوصا که فامیلا یک جای میخوریم و کل ما یک جای هستیم اینی راستی بسیار خوب است خصوصا نطوری یعنی که یک
ایتالیا ورس ما براتون نشان میدم یک پارک رقم است و این دفعه در یک جای دیگه گرفتیم که یک اوزا و بازیوم داره بر اشتکا گفتیم سو خوب است. من نمیفهمم گفتن در نزدیکای لب برام است منتها بازی رو ببینیم براتون نشان میدم. در نقشه دیدم بلا است. خب از امستردام یکم بالاتر است طرف آوش. هتل آرسی بخیر در ریونز است. از هتل آرسی فکر میکنم 40 دقیقه دور است. منتها الان ما گفتیم در نزدیکای هتل آرسی هم نمیتونیم بگیریم بخاطر که هتل از آرسی یک روز هستیم یک روز دیگه خود شوخینه است و دو روز دیگه همونطور یعنی گفتیم چکر امستردام هم میبریم. از خاطر از کوشش کردیم که یک جای پیدا کنیم که از کلش یکم نزدیک باشه یعنی که مابین کل چیز یا میکنم زیاد گفتیم دیگه چی میتونیم براتون بگوییم ببینیم دیگر هستم حرکت کردیم بخیر شو میرسیم دیگه الان ببینیم که شو براتون خانگاه که نشان میتونم بهتون دوستای عزیز بگو که چرا دیگر حرکت کردیم از خاطر تامیال دوستا 7 بجه صبح خیست امروز منده است 7 بجه صبح خیست رفت پایین که گفته که ما امروز یک امتحان داشتیم همه امتحانه که نوشته میکنه آدم یک سیمولیشن میگه سیمولیشن یعنی که امتحان بخیر امتحان مخصوص خود دو مواد است منتها آدم کم درسش میخونه سیمولیشن آدم امتحانا رو نوشته میکنه واسه امتحان 6 ساعت است و امروز از طرز گفتم که ما وقت که برایم 7 صبح خیستم از 7 بجه تا دیگر یک امتحان نوشته کردم یا کوشش کردم نوشته کنم دیگه الان از 1 ساعت بعدش در موتر چی است در عباره آدم گپ میزنم ریویوش است لپتاپ خودم گرفتم گفتم در موتر واسه این کار رو انجام بدم که یک روز ما کم نشه است درس نه دوستا دیگه هم یک میخواد در اونجا درس بخونه ببینیم که میشه یا نمیشه فکر کنم نمیشه ما چیزای خود آوردیم این فقط چی میگن از خاطر که باز فیلینگ ما یکم چی است یعنی که سرت یکم چیز باشه نرمال باشه که یا من می چیزا کاری گرفتم اونجا اگه یک دفعه شد بخونم اگر شد تنها چهارشنبه وقتی که سه‌شنبه بخیر شوخی است دیگه در مصروف فکر میکنم تیار کردن آدم باشه اگر یک چهارشنبه باشه منتها خیر باشه خیر اگر یک 4 روزم درس نخوندم تفریحم فکر میکنم یام خوب است کار بد نیست دوستا اگر بخیر خوبی مسکوجانی را نوشته کرد نه که بتانه یا نتانه همین نوشته کرد همین چی میگه امتحانش که تسلیم کرد ما یک پارتی میگیرم من تو چپا رقص میکنم برش که اگر هر کس پرسان کنه چرا رقص میکنه میگم که خدا جان شکر که خلاص شد نه که تانه شکر که خلاص شد خیر باشه خیر نه بخیر خوبی یا دیگه استرس هست اما تیر میکنیم دیگه یک رقم تیر میکنیم حال 5 هفته ما در خانه هستم که تشتکا دیگه ایسون رسون میریم بخیر یک هفته اینجا تیر میکنیم یک هفته دیگه شو ببینیم که چی بکنیم یعنی زیاد پلان نداریم ما بچه‌ها گپ درس من نیست حال ولاگای آرسیز بخیر شوخینه است تیار کردن است دیگه ما براتون در شوخینام یک ولاگ میگیرم دیگه میشه که می ولاگم فکر میکنم ولاگ شوخینام جو باشه فکر میکنم برای دیگه امروز زیاد چیز گرفتن نمیگیرم براتون یک سالاد چون که امور باز میخوریم یک سالاد خوبه دیگه یک چیزای خوردنی که آوردیم اون باز میگیریم یا اینا میخوریم و باز بخیر براتون نشان میدم که از کجا پیران گرفتم چی میپوشم یا دوستا دیگه خیر بخیر اصلا نگفتن اما دوستا عزیز ما پیرانتوبان ما پالیدم پیرانتوبان پیدا کنم پیرانتوبان در جا نمیامد الان میگیرم که چی میکنم بخیر خوبی چی میشه یا برستان دوستا عزیز بخیر خوبی رسیدیم ساعت دیگه تقریبا 2:30 شب است خوب رسیدیم جنجال ندیدیم نه اشتها بود نه هیچ گپ نبود یک کریستینایشون مچم 3 ساعت پیش یا 4 ساعت پیش از ما که حرکت کردن هنوز هم نرسیدن اونا یک راه دیگر رفتن مچم بیخی امو هایوی اتوبان که میگه او را بیخی بسته کرده بود یک تکر خطرناک شده بود بیخی بسته کرده بودن هیچ کسی جا نداشته دیگه که بدوانه از او خاطر مچم 2 ساعت در اتوبان بند مانده بودن قرار شده بودن باشن گفتم که نشان بتون خانگاه های ما را کوتاه اینجا بیرونش است با سوا باز بخیر در روشنی نشان میتیم یک میزک مانده دیگه حالا قدر خوب معلوم نمیشه برم داخلش
یا هم داخلش است مسکو جان مانده زل هستی یا نیستی؟ یا یکم مانده هستم باش ما براتون نشان بدم خود نشان دادم که خسته هستیم بخیر این خانگک است این خانگک از دیگه خانه که وقتا می بودیم دیگه قسم است و دیگه راست بویم یکم کلانتر بود سالونش کلان بود یا میشه که این دفعه یعنی خانه خورترشم گرفته باشیم یا هم امکانش داره منتها یعنی که چند رقم خانه داره که این یعنی که سکنه اینجا بالام جای است در پایانم جای است دیگه خانه است که 3 اتاق رقم داره که سالون آشپزخانه دیگه این خوب است یک پاکت برداده میته در یک پاکت صافی است برس است این چیزا دیگه کاغذ تشناب چیزای خورد ریزه برای می اول کار است دیگه یه آشپزخانه است یا ایره پوش مانده که پوش کنیم دیگه باز هم سبا برتون دارامی کل چیزا رو سعی نشان میتیم برتون یک چیزی که نیست خطرناک نیست یا این دفعه ما باید برم بالا خواب کنم نمیشه یا سایز سایز دفعه یک رقم دو خانه چی دست خوبش هست موقعیش خوبش هست اما دو منزله جور کرده و دفعه دیگه یک اتاق داشتی دو اتاق داشتی ما فکر میکنم این دیگه سیستم است هر خانه میتونه آدم خانه کلانتر هم بگیره اینجا خانه کلانتر هم داشته یعنی که تیپ خانه دیگه قسم هم داشت این دفعه اینی که ایره گرفته بودیم دیگه کلگی هم گرفت ما هم تو ایرم کلگی یکم پشیمانش گفت یعنی که از او که خانه یکم کلانتر میگرفت وقتی قیمتش تفاوت نمی داشت منتها خیر است کلاگش نه سایز نه سایز فکر بر ما پرفکت سایز است خب خبریم دیگه شب بخیر تا صبح دوستان عزیز تا صبح بسیار ماندستم زلستم و یکم گوشنام هستم یک چیز بخوریم یا امروز یک سالات مانده یک سالات خوردیم یک سالات دیگه مانده او را نال بخیر خوبی نوش جان شب بخیر دوستا یازده بجه شب کرایی جور میکنم برنج کده کباب که مسی جانشان روان کده خاله ما کباب کده بودن امروز و با ما روان کردن برنج و کباب من یکم گرفتم که از خاطر گوش نشده بودم دیگه ایره گرم میکنم حال دیگه در 11 بجه شب کباب کد برنج میکنم بتون باشم که نشان بتون براتون و این سلات ما تیار است جور کرده بودنش بسم الله چیگه میکنیم؟ من سوپ تیار میکنیم؟ من سوپ بخیر رفتیم یک سلام دوستا سوپ بخیر رفتیم یک تیز اینجا مغازه من سوپی دفعه را خریدیم یک تخمی به چیز دیگه همه تو میخوریم همه تو فکر کنم از همه بخیر بس پسان دیگه یک مفل است که اونجا بس سعید شکم مارمون سیر کنیم شامپین است بخیر یه رفتی چی گفتی بسو اینجا قیمت است دولت؟ کل چیز قیمت است دوستا کل چیز یک دن اسکیر نه؟ اسکیر که همیشه صبحگی که پروتین پودر اونا میخورم 1.49 ارزان ترینش در منشان است یا در لیدل الدی 1.49 اینجا 2.49 یعنی 1 یورو امی بی مارک نه از اعلا باشه نه از چیز باشه اعلا اینا 39 بود و کاغذ تشناب چند بود؟ 8 یورو چند گرفت زیر دیدم اما ارزان ترینش امی بود اوه یا من ایفم غلط کردم غلط کردم من یاد جان من زدم چه گرفتم از ما سعی کردم راستی اما ارزان ترین شما گرفتم جالب یا دوستان ما آل میزا را در بیرون یک جای کردیم کل ما شما هم کتان یک سوپ بخیری کنم یکم دستم سوپ بخیر دوستا خدا کنه خوب جور صحتمند باشین دیگه نه ما یکم میدیم درد میکنم نمیفهم چرا میشه که از وقت چند روز از کمیشه در استرس بودم در درس امروز یکم خو میخواستم بارو میکنم دیگه میشه که دمی استرسم یعنی استرس ندارم ادرنالین نیست
یکم میده در شروع میدیم یعنی که چی میگن دکتر توپیچ نمیده من تا مادرم حتما جانی بادیان داره همیشه مادرم جانی بادیان دارم دیگه دوستان ما یک نان صبح میخوریم دیگه باز در تیار کردن میشیم دیگه ما یک هفته به یک دوش کردم هوا بسیار خوبه سو دوستا اینا طرف او بازیش میریم که اینجا کلش خانگاه هست اما تا که ببینیم راه را پیدا کنیم نه تو خوب خانگاه هست نه؟ اینجا هم یک کس آشنا هست چطور بود راه چطور بود 15 ساعت خراب 15 ساعت از 9 ساعت 15 ساعت دور شد یکه 8 ساعت ما آمدیم ما 4 ساعت ناوقتر از شما حرکت کردیم وقتر از شما رسیدیم ما گفتیم 8 بجه حرکت کنیم خوب است امو 4 بجه میاییم خیر باشه باز ما خراب شد شکر که بخیر کلگی رسید در جای خود دیگه برم کنال بچه ها میگن که یکم آوازی میرن و ما اینجا یک این لاگر رو بهتون نشان بدم همی جایی که هستیم بهتون نشان بدم راه رو دیدی؟ این طرف دست راست که آبیش اینجا باید شاو بوده سسه کن Fußballplatz, ja. خب برم بزرگتگاه خانگاه اینجا زیاد دارن در هلند من نمیفهم آلمان چطور تو چیزا رو جور نمیکنه اما در هلند کل جای درست که کل جای هم تو چیزا داره اینا خواهمی برشان وکیشن است که میاین در اینجا وکیشن میکنه تفریح ایناشون اینجا میاین چقدر بوی میته اینجا خوبش هست دیگه یکم برشون نوبازی میشه سلام دوستان حالا ما آرایش میکنیم خودم از خودتان که میفهمین ما آرایشگر من جینا جان هستم سلام دوستا خدا کنه که جور صحتمند باشین دیگه جینا جان کل ما را است آرایش میکنه همشیری ما اسنا جان خلاص کرد حالا ما را گفت آرایش میکنه بیچاره بر خودش همیشه واسه هیچ وقت نمیمانه از وقت روز گفتم خیر تیز جور کو که بر خودتون وقت بانه میای من نمیفهم تا چقسم جور کنم تو یعنی جینا جان شبنم جان میاد خوب است کلگی فکر میگم یک دست میزنم یک چیز جور میتونیم که خیر باشه کامرامین ما نو است که تو نمیخوای گپ بزنه که جان کاتشتکا دا اوزا بازیستا دیگه یا اینجا خانگاه کاسته نه؟ خانگاه کاسته خانگاه کار نشان دادین یا نه؟ فکر کنم نه ها آنو شکیب اومد شکیب جان خانگاه کار نشان دادی برشان؟ نه ندارم اوکی یا دادم شانک دوست هری گرفتی؟ نه هنوز مانده کردن مرای داشتکو کلگی اینجا خوب است کلگی تو خانه کار نزدیک به نزدیک است باز یکی اتو میکنه کالا را ما مثلا اتو میکنه اگه چیز اتو داری دیگه جینا جان آرایش تو قرار اینجا ششتی آرایش میکنم باز میگه که استرس دارم همون برسم کجا؟ شبنم جان میای ما چی کرد تال جور کرد یک کم لاشم کردیش اوه جینا هیچ میاد جینا جینا شانک بیچاره نه هیچ خودش همی شانک کنه جینا بیچاره تال هیچ خود جور نکرد و یک وقت نداره هیچی موی داری خب دوستا یک چیز دیگه هم هست که جینا یکم جگر خون است نمیگم چرا از خاطر نیم قلبش نیست نیم قلبش کیست؟ محمد جان دیگه زیاد کار داشت نتونست بیایم متاسفانه یک پروژکت کلان است که از اون خاطر باسور بخیر برتان داراوی میگیم از اون خاطر نامده که هر دقیقه بعد جینا گیران میکنه هر دقیقه بعد
یعنی که همین که یک دو دقیقه دیگه محمد این گیرانش رو میکنه محمد جان یعنی که راستی جایش خالی است جایش خالی نباشه در و بعدیم هست یک میپولمش یک چیز هستی به کجاست کجاست محمد بخیر یا از خاطر زو یک خیر باشه یک پروژکت خرد یا کلان دیگه بس انشالله ایره و خلاص خودشان برتون میشه بگوین یا نمیگن دیگه از خاطر زو نمیتونست دفعتان آمده متاسفانه ولی کلگی میفهمه چرا یعنی کلگی میفهمه درک میکنه که چرا محمد دوستا سلام ما تیار هستم وقت تیار هستم بچه را خلاص کردیم کل چیزا خانوما دیگه هیچ پرسان نکنیم ما چون 6 ساعت است که خودشون آرایش کردن 5 ساعت است هنوز هم خلاص نشدن یک تعداد رفت دیگه نگفتن امانا جینا کلگی را آرایش کرد از او خاطر ما منتظر جینا هستیم دیگه ما به خیر حرکت میکنیم حالا ما هم یاد زدم 1.5 ساعت راست تا اونجا گفتم وقت دیگه ما این نان شام میرسیم از او خاطر یا به خیر خوبی بریم به خیر خوبی ببینیم که شتاو نباشه ترافیک نباشه و در آخرم مسکا جانشان و جینا جان یک ریل پر کردن ما چم در او یک 10 دقیقه 15 دقیقه در او کار گرفتن یا بریم به خیر خوبی که نوقت شده که پس نمانیم یا خب سلام دوستان اینی میگن پیران نه یعنی که میخواستم بگم اینی فیتی گلوک آلمانا میگه اینی یعنی که خلاص شدیم منو جور شدیم جینا جان مرا آرایش کردن زیاد خوش شدم از خوش هستم خوشم آمده آرایشش و این پیران است این پیرانه از او سای دیزاین گرفتم براستی زیاد خوشم آمد من در عکس‌ها تنها دیدم بودم شه تا حالا نپوشیده بودم گرفتم شه آدر کردم در خانه راستی اما تو در پاکت دمی خلطگک بود در کارتنش هیچ نشد که سعی کنم آیا گفتم میرا گفتم آلمی در جان میایه نمیایه او تو کدگی نیست منتها دوستان این رو میبینین پرفکت بسیار پرفکت است چی راستی زیاد خوشم آمده که همیشه کدام کلاه افغانی میپوشنی تو بسیار آستیناش یا پایش بسیار تنگ است منتها این تو خوب جور کردن فکر کنین که این آدم با زودی میتونه بپوشه پس بستیش کنه اینجا و در پایشان هم میترسته بسیار چی میگن تا افتاده است بسیار خوب آدم تو گرنگ به رقم هم نیسته گرمی هم هست من تو راست بگم در این راستی هیچ طول گرمی نکردم نه خوبش است خوبش معلوم میشه یا منم بسیار خوشم این چیزا کاش هم از اونجا گرفتین یا چی میگن اینا را ماتکا از این میگفت ماتکا من تو یا این دیگه امی دسمال چی لاکتش گردن بندش گوشوارش اما ای کلش گرفتم در پیران ما میخوانم نه بوده مام دیگلان بس بخیر استاستا میریم گروپ 3 گروپ نام خدا رفتن در راست بگیم 1.5 ساعت راسته ایره ما فکر نکرده بودیم از آرسی یکم هتل نزدیک است منتها از هتل از شوخینه یکم دور است دیگه 1.5 ساعت راست بگیم ناوقتم شده فکر میکنم تقریبا 4:30 بجه است و ماما جانم گفته 5 بجه باشین دیگه نشد خیر باشن که خودتان میفهمین خانم‌ها همیشه زیاد کار دارن تال میتن خود تال هم نمیتن خود دیگه وقتش هم کم است اگه ما صبح که خیستیم زود کلگی جور کردیم منتها جینا جان که کلگی رو باید جور کرد که آخر که خودش مان از خاطر از اون ما گفتیم ما موتل جینا جان هستیم دیگه کلگی رفتم راستی پیران افغانی بسیار مقبول از مرا بسیار خوشم آمد راستی بسیار خوشم آمد خصوصا تکیش بسیار بخمل گرم هم نیسته و یا این مود نو است که آستینش که اینجا تنگ است و اینجا کم پفکی است راستی زیاد خوشم آمده الان ببینیم که ما آستاستا موتل جینا جانم کالای خود میپوشه و چه که ما در موتر میمونیم باز بخیر به خوبی حرکت میکنیم زنده باشه مولا جان کل خوبه بچه فر سلام دوستای عزیز خوب هستی؟
این خوب کارزاده هستی؟ یک چطور مقبول شدی نام خود شما مقبول هستن خودت خودت مقبول بخیر هستی آمدی؟ شکر بخیر باشی خود خوب است ها چند تا کامرا است نه سلام باشین خوش آمدین در بلاگ کارما دیگه امشا شاخیلی متی و مخرجان هستم دیگه خوب تیاری گرفتیم یا بسیار مقبول شدی یا هم سه مقبول شدی یا از لیما کاتیو هستم سه پیران مقبول است یا اگر پیران شما باشین پیش لیما جان فرمایش بکنید دیگه یا بسیار خوب است بار خوش آمدید یا راستی بسیار مقبول است نمود تومیتا یا یا اینه سلام پرنیان جان سلام دوستا خیلی خوب باشن جور باشن خوش آمدن در بلاگ نا چهارم خوش آمدیم خودت دیدیم نی است اصلی است باش ما داره پایان است سلام باش ما نام خدا نمیتونم براتون نشان بدید اق نام خدا شیرین شده و اق خدا تو چاخک شده و تو میتون آدم خوب بگیریش موجش کنه کمک یا جاندار شده این پیران فامیل است سایت دیزاین پیشه چی؟ زورا جان یا سر برا میکم خوبش کرد روی خوبش کرد نه خوبش کرد خوش آمده دیگه بس بخیر دارتیام پیش میریم و مسکجانم میره پیشش دیگه بس خوب سایی برنامه‌شان این دفعه نتونستم امروز کم گترش بود دورم است از هر ما تو اینجا یک نیم ساعت راه بودم aber میفهمی آرایشگاه زین 10 دقیقه 15 دقیقه راستی؟ از های زورا جان یعنی که از دور است دیگه یا باز چی تیاری گرفتیم امروز؟ خینا میشه ها دیگه شما خینا است دیگه باید چی کنیم باید چی میگن رقص بازی کنیم زیاد باید جشن بگیریم چی میگن پیام کنیم پیام چی میگن بازی کنیم دیگه بازی رقص بازی کنیم باز دین روز پاش خینا کردیم یا دین رو شده خانه خاله ما پاش خینا کردیم اصلا خاله ما در پارک براتون کویتون میمانی گرفت مگم تکر شده بود نه باز 4 سال در تکر مونده دیگه از مو خاطر کم بیپرانی شده مگم اگه شما یا مشکل دین شاو باز نان گرم کرد خب باز گفتیم خاله ما یا گفتیم بیا ببریم گفتم خاله ما جان یعنی که بر خب شکر کلگی تعریف ما میکنه تعریف پیران هم میکنه راستی بسیار مقبول است سلام مسی جان خوب نان امروز هستی؟ تو پخته کردی چطور؟ چرا؟ با چهارمرد دادی یا برنامه راست آشپزی؟ میشه کمی برنامه خودت بادا باشه یک چیز پخته باید کده باشی. هستم خوب هستی؟ خوب هستی اینجا هستم. دین رو تو کباب که خوردن در این بلاگ هست یا دینا شاو تو گشنا بودیم که 12 بجه شاو فکر میکنم کرایی کرد گرمش ما کرد ملکمه راستی؟ بریم یا یعنی دست خاله لیلا ما جان درد نکنه بسیار مقدار بود تا باید بریم که استادرو شاینید خانه مقبول فرقش میاد تا بریم خدا اوکی سلام سلام جان خوب هستی؟ برنامه نامشون چیه؟ جنو نه یعنی خیلی نمیکنید با خدا سعی میکنم سعی می‌کنی؟ الا نو نام مکی یک دو با خدا مازن کار نکنم من خواهد چهار مسکا نه برنامه نام برنامه شان نه اگه ما هر دفعه هیچ نکنم والله که میکنم با خدا شما همیشه ما را من لایک تشویق می‌کنم. می‌کنید. من لایک همین می‌کنم. پیشتر هم گفتین که چرا واقعا کم برنامه جور میکنید که بودید زیادتر من جور کنیم. برنامه برنامه خاطر میبینم دیگه برنامه مسکاست بله. برنامه مسکا جان است همراه شکیب جان دیگه خدا کنه که خوشتان بیاد روز شبی خینه متی جان ملکه جان است من اونا دوستان میشناسم که من پدر متی جان هستم و نه دوستان نمیشن خدا معرفی کنید خب دوستان نشناسم نه من کردم میشناسم شما مگی میشناسم. دیگه به همون خاطر شبی بسیار خوب شب است نام خدا دخترها کاملا خانی شدن در همون
شب بسیار کیف است و از این برنامه که ما رو میبینیم این برنامه رو لایک کنیم شیر کنیم و لیاز خدا که بخیر امی کلمه که ما سعید داشتم نه تشکر کاکا جان یعنی که خودتان زیاد همیشه میوانوازی میکنیم همیشه پیش خودتان به این دین روزان گفتن زیاد عزت کردین ما یعنی که متاسفانه نتونستیم آمدن خانه خودتان همیشه خانه ما آورد ما خواهم از خاطر دوستا یعنی شما باور کنید که ما به حساب مسیح برطانه میگم که مسیح داماد کنم بچه مسیح ما به حساب از اون برطانه میگم ما شما را در تقریبا 30 سال شده که ما شما خود بگیم خود بگیم دیگه از اون روز شما رو من میشناسم مردمی خوب هستین با هم زندگی میکنیم خوشحالی زندگی میکنیم ما مردم یاد بگیریم خیر است یاد بگیریم این های این جمع دوا خوب نیست خیر است این دق نباشید با هم سمیت کنیم دو روز دنیا است خیر است راست میگید تشکر زیاد محفل بسیار خوب است خودتان همیشه وره محفل پیش میبرین تشکر که بهترین دوستا بهترین خسر است راستی نه من فکر نمیکنم از اشوکا که زیادتر بهتر که خودتان خود زیاد میشناسید همیشه رفت آمد بود یعنی که به خاطر فامیلا شکر هم همیشه خوش بودن دوستا اگر می برنامه صحیح پیش نرفت و صحیح دیده نشد دیگه من بسیار خفه دیر واضح بطور این برنامه را همون تو صحیح ببینین و اون زنگوله را میزنین و چی را میزنین تشکر کاکا جان Dreh dich zur Seite. Hey, hallo. Hallo, guck jetzt. Aha. Ich schlag mein Schulter weg. Dann guck mal. ماشاءالله بیا دیگه کریسنا بیا یکی دیگه خد کریسنا Warum warst du nicht bei Familienfoto dabei? مسی بسیار بزی است چی میکنی اینجا؟ یا؟ چی میکنی تو اینجا؟ اومدم خوردم سر استیج. نام خدا چقدر مقبول شده نه؟ یا نام خدا چقدر مقبول شدی؟ هی بیا ما باید خد ملکه یک عکس بگیریم. خد ملکه یک عکس بگیریم. شکر کل فامیلا کل دوستارم شکر پانیم هستن. دیگه از این که بهتر سادم بخوایم. یا نه. بخوایم دیگه پیر شویم انشالله محفل چاول بسیار خوبش است خوب پیش میره ماتی جان بخیر و خوبی به انشالله خانه مامان خالی میشه عدوی باید عکس مانه خانه مامانم یا خانه ملکه یک خانه است من داخلان بر من خلاص بگم اول فکر میکنم بسیار سخت میشه که خانه مامان بیام اما خاطر که ملکه نبود امی چای صبح پنکیک کی جور میکنه پنکیک برام کی جور میکنه ملکه جان بهترین پنکیک اوکی خیلی بریم دیگه محفل رقص کنیم هلو پرنیان هی خوب هستی؟ یا تشکر دوستای پیران پرنیان هست اگر چقدر مقبول است چادرش نیست چیز کبودی داره ما شب نزده نخصایی ضرور نیست یا ما میتونیم چادر هستم من از خوش آمد از رنگش یا یک دیگه و بخواد کوتاست ما دراز هستم بدون کوتاست اصلی بر چیز خواست بسیار خوب میگه و رنگش بسیار مقبول است و میفهمی بیچاره بر ما میره آورده بود نه مگر دیگه رنگش یا بس تو چند چیزا نخونده باز ما گپ میزنیم یا چی کنه دیگه جای فایم جان راست خالی است یا جای فهم خالی من یا خواهزالمان رو بانده بمروز یا جک چند روز نایده میشم دیگه بخیر باز صبح ببینم دیگه تمام جسد جک بخیر چیشه باز یک روی من دور است یا المیر است سور دور
شما اونجا هستن نه؟ خدا نزدیکایش هستیم فکر یا نزدیکای زال هستن. بیا شما عمل سکو ما یک چیز است مگیله دارم ما برشان معرف میشن میره کلشان ما را دیگه یه خانه ما بیا اینا ما اقا برشان گفتم خانه ما بیا نه وقت اصلا هتل گرفتن در یا نمیشه پرنیار خودت یعنی بیبیگک پیدا کردی و یک نفر یک میبره یک نفر نام خدا 20 نفر هستیم. ما اون که ماجان تا مرود بیشتر ما چی کردم عشق نبود فهیمم بود. aber فهیم امروز شکد و دینار دمی رو کل روز برم دم جو طارق یا سبای آتیش برمام نشته کرد من گفتم نه حاله خودش بیبیگک دارم سیگان از خود است آن دیگه نیست تشکیلی هم نیست زیاد که ما بگویم که من باید تک تک چیز باش خیلی سیگان تو تک تک نه خب فهیم وقت رخصت گرفته خیر است خانه ما متاسفانه خودتان بیبیگک آن رو داریم ما بخی آن رو داریم خودتان است همین دیگه جالب بود که لیام که داخل شروع کلی گیده نه مو یک ذره ماندم است و دوم می گوشکی ها رسم اشتراک کرده بود اما ماندم که گریان شروع کرد نه گناهش هم نیست گرم است موزیک بسیار بلند است و گوشکی رو کدام مدت نکنه که همه بازا کنه میشه گوش آدم میگیره نه بسکیت ها دیارم یا بریم خیلی که محفل شروع شد بریم هر جایی که صدا بزنیم ما در خدمتتون هستیم. خب اسمتون؟ ما عزیز هستم. عزیز جان. سلامت. خودت از اوریکا نامم پابلو است. خب؟ یا من اوریکا نام که ایتالیان سینا اومدی دام استدام نه پابلو است. سلام. بسیار راستی مزادار مولم میشه. ما احمد هستیم. هر چیزی که باشه از احمد ما میگیم. بسیار مزادار میشه. نام کترین چی؟ افغان کترین. افغان کترین. دوستای عزیز بسیار خوب معلوم میشن و پسند میخوریم. اینا یک کباب خوردم یکی دیگه از خاطر امی کانال خودمون
از خاطر دو دیگه که گرفتم سر باور از سر کار اسمک ما کار کردم سر اسمک کار کردم یعنی ایتو ریشخندی روش کردم سرش زحمت عزیز میگه من پیشتر خوردم نام ندارم نه نام میتونی مثل دالان نیست ولی مسلکی است دوستان عزیز اینا عجیبات نامش بخیر خوبی کل هر وقت طرف شما بیا کورتینگ هم میگیره افغانس که داری در خدمت کل چیز است نان ما رو تست کنه باز محفلش خوب کنه این پروبلم است دوستان عزیز به اجازه تان بسم الله پیشتر خوردم در تنویر ویدیوسم اینا هم خوردم بسیار مزه دار اینا من اجانیستم که دیگه چیزاشو بخورم تو قابلی سلامت بر قابلی که هستم هم مسلکیش جور میکنم هم کراو تو همون چیز شاید در نظر میگیرم نه بسیار امی که آدم ببینه سختری نمیکنم امیر که جور کردی راستیش امی تو که در شخص که جور آدم میکنم سلامت باش بسیار زیاد حتی بانجان سیاه من خیلی آشپزا هست در روغن میندازه یک ذره روغن از اون نمیبینی چون من او را گریل میکنم برای تا تشکر دوستان نون گرفتیم مال میشه دیگه راستی زیاد کشنستیم نوش جان نونی بجا هست 10 بجا میشه 10 بجا خوب دیگه من میگیرم یک بسم الله میبخشید من بچه رام نام بکنم مزه دارم؟ قابلیش مزه دار است من تو گرفتی؟ من تو خلاص شد خلاص شد؟ باز ما آمورده قابلیش خوردم قابلیش مزه دار است سبزی بخورم یا من مزه میتم من خود کباب خوردم دوستا مال ما میخوایم از خاطر کفته رو زیاد خوش کنیم کفته شو ببینیم اما تو کفته وطنی خوبش بسیار مزه و بهترین چیزش یا من که میشناسیم بانجان زیاد خوش دارم بانجان خودم زیاد جور میکنم و بانجانم دیگه آدم باید کتنان بخورم بسم الله کباب شخور واو نه براستی بانجان خانگی بارم من 2 دفعه خوردم بخورم مزه دار راستی نانش قضی میخوایی؟ یا نانش مزه میتم نان بتم راستی نان نانش بسیار مزه دار این برنجش بسیار و راست بگیم من وقتا قابلی هیچ خوش نداشتم خصوصا کشمش زردک اما راستی حال خوشم آمده خصوصا کب زردک واقعا مزه دار است افغان که ترین بکنمش بکنم عزیز جان بسیار لایق است همه تا که خودش گفته بسیار لایق است و بسیار خوب خودشم گفته که یعنی که خورد است اگر نوز پلگی نمیشناسنش راستی دوستا نانش بسیار یا مرا مزه دار بسیار راستی مزه دار کم است که در روسیه و اینا که تیز اینا میکنن مزه دار یکان تا شایی باشه که برادر نکنن کلش خوب باشه کلش روزی اما مرا مزه دار دستشان درد نکنه خیر ببینه شای خوب یا گوش ورید کو اینجاست نه منتهای گوش بسیار درد میکنه که ماندم شن از خاطر زوال قشیرم شن در وقت نام کس نیست دوستای عزیز قابلیش هم خوردم هم یاد بسیار مزه دار بود خیلی چیزش مزه دار است مزه دار بود بعد از نام آدم خسته میشه نه اینجا بکر که روز نام نخوردیم باز یک تام دیگه اما تو تیز بخوری تا که وجود حال ایره کلش هضم کنه از خاطر از میام سرم خواه آمد کل روز نام نخوردیم حال بزودی نام خوردیم
دیگه خیلی یک چند دقیقه رقص تو جور میشی. اگر کافه داشته باشه کافه خوردم ما پیش. اینجا سالون سالگرد دیان جان فکر میکنم که گرفتنی. همین که بود؟ خوب سالون هست. دریم ایونتس هست نه؟ دریم ایونتس. خوب سالون هست. خوب پس بسیار خوب. تشکر. Stoß mal für toll. Ja, خوبش هست. ما میل خینه را آوردیم دوستا. ملکه جان خینه میکنیم. دیگه مفیل بسیار خوب تیر میشه آره؟ یا بسیار مست است نام خدا. خواننده بسیار خوب میخونه. طبله چی ما بسیار خوب طبله میزنه. منتها بسیار دوستش بخی اوگار شده. بسیار متین. باز نانشان بسیار مزه‌دار بود نه؟ یا نانش مزه‌دار بود. زیاد. Malika, 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 Malika.
کی بودی؟ بر کی بودی؟ بر ملکه یا بر متی؟ و هیچ همی ترادیسیون نمیفهمم چرا؟ چی است چی مناست؟ دست خدا عروس دستش بسته است باز داماد باید باز کنه اندن که باز کرد باید از یک انگشتر را زده دستش کنه حالا خب پیسه را دستش شد خود دیگه پیسه انگشتر دیگه منطقه یک چیز در دستش باید کنه و ما بر متی بودم متی اندیوالم است خیلی یک نفر بودی موقع نفر موقع ملکه چه قصدیم؟ ما مالکه چه سادم خب خیلی چرا متی میگی؟ خب متی اندیوالم است محفل خوب است حالا؟ خوش آمد؟ خوبش است مست است مست است؟ کم رقص کردی والا؟ ما کم رقص کردم؟ حالت نشان بدی تو؟ کارم؟ واو ماشاءالله دوستا از اینداس از ایندیا هندوستان از هندوستان است ایلا نواسی برام خریدن از هندوستان آوردن؟ انه ایلا؟ یا از ممبئی یا؟ ممبئی دوستا اگر اما یک رقم رقص کنی؟ علی دوستا دیگر دفعه بس فیلم بگیریم بس ببینیم محفل بسیار خوبش است نانشون خوب بود یک میوه نداشتن یا یا راست میگی اما فرنیش مزه‌دار بود؟ بسیار خوبی بود من نگرفتم کاش که من میگرفتم فرنی نمیخورم در محفل ها اما خوبش بود یا کلگی گفت فیلمش مزه‌دار بود اما تنها فرنی هم داشتم خیلی برو بیا برو بیا خیلی دیگه استاد دیگه باید ختم نمیشه یک ساعت دیگه مونده باشه امیال از او 12 بجه تا 1 بجه می هستیم دیگه یک ساعت آخر باید سعی مست شویم بخیر با سبا بخیر چی پلان داریم؟ سبا بر ملکه یک سپرایز کردیم نه؟ گرفتیم یک میبریم جای نان خوردن یعنی چی میگن؟ بچلا پارتی یعنی که پیش از اینکه عرسی کنه خانم‌ها میبریش یک جای سپرایز کردیم شه بس ما یک چند چیز اوردر کردیم عکس متی رو چاپ کردیم اما باز ببینین سبا دوستا من نبودم دیگه من دیگه زیاد تیاری داشتم دیگه مگم بیا با سبا بخیر اونجا میرین سپرایز است بخیر دیگه سباش بخیر به خوبی عروسی تیر شوانه بخیر به خوبی بخیر به خوبی یا بخیر به خوبی تیر خواننده دوستا بهترین خواننده به نظر ما بوده یا به نظر تو اگه تو میتونستی عروسی کنی کدام خواننده رو میگرفتی نیمه که صدیق شباب خوش بودم یا من تا فکر میکنم آل آموینانگرم یکی از تاپ خواننده شده یا به خاطر که یا بعد از عروسی خودت راستی خوشم آمد خواندنایش خوب خواند دیگه در چند محفل‌های ما آمده و بهتر شده میره یا بخیر ببینیم بخیر دیگه سایس ها یا اسکاپ میزنه ماسی جان اینجا بخی یک چی میگن قوری نو هسته کلش رو ندیدم تا دیدی؟ گپ زدم نه یک ثانیه بود سلام دوستا خب بگید سوال خوب هستی؟ سوال که دیگه یوتیوبر خود هستی خب کجا هستی؟ چی میکنی؟ محفل خوب تیر شد بخیر؟ که هنوز خلاص کردیم که بگم شاید همیشه یک جنگ شد نه خدا نکنه چرا تو میکنی؟ آدم نمیفهمم انسان هستیم محفل تا حالا خوب تیر شد؟ تا حالا خوب چی خوبی بود؟ میشه است که مست است و در محفل که کلگی رو بشناسی او یک مزه خود داره او دیگر رقم مزه میده ما بین خود هستی؟ نه کلگی یکی دیگر رو میشناسه تقریبا فکر کنم 90 شد تنها میمونه که در امریکا آمده شاید یک آنتا نشناسه مگم از اروپا کلگی یک دیگر رو میشناسه راست میگه دیگه چی خوبی است؟ دیگر نان خوبیست نان مزدار بود نان نوستی مزدار بود خورستی مزدار خیلی من دروغ میگم نه یعنی که ما میخوایم چی کنم یعنی که نان شما هم خوش آمد نانش از هتل است میمون نوازیش خوب است منظم است دیگه چی باشه دیگه موزیک سعیز موزیک باور خوب میخونه خوب میخونه که ما ایران ماندیم خود نفر هتلم میخواد ایران مانده نامش چی سمیر جان از امریکا آمده امریکا پاسپورت ترامپ پاسپورت تافه مسیر رفت راست میگه خوانده خوب میخونه یا راستی خوانده خوب میخونه یکان شب بگی بنداز که دوستا ببینن نامش هم نشان میکنیم بسیار خوب میخونه دمی آخر میگیرم یک چند تا خواندن کلان میمونه اینا نور میرن میتونی ببریم کشکی یه کامرا رو بگیر
خوب هستی؟ مفل چطور هست؟ Going on. You have to talk بلد هستی یا بلاگ؟ تو بلد هستی یا بلاگ؟ چی خوبه؟ ادر یک دفعه لایک کردی تو آمد یک دفعه آمده نه چطور هست؟ ساعت تیر هست سبایی؟ خوب است. بسیار نام خدا ساعت تیر است. یا بسیار خوب چی میگن ساس میزنه یا دوستکشو سعی کن نه هلو ملکه بفهم که تو کم رقص کنی تو کم امشاد رقص نکردی یک با یک خواندن کس دیگه فیصل رو فیصل چی میگه؟ با من فیصل بده که من تبلا بزنم چی میگه برای من پیسه بده که من تبلا بزنم آزار شد نه میشن نه بسا بچه خوب هستن کلشان نه آفرینشون تا اینجا آمدن یا تا اینجا آمدن جان و مزمن جان متین گرفتن امی کل امی تبلا را مایکس ارمونیا کیبورد کلش آوردن در تایرا فکر کنید که چند باکس ما آورده اینا ارده قیمتی میگه باکسان ارتستی باکس دست دیگه جنگ میخیزه ما مسکامیال یاد کردیم که بسیار خوب میخوانن نام خدا راستی بسیار خوب میخوانن ما بخاطر از می آوردمش گفتم که کل آوازش بشنوه بخاطر بسیار آواز زیبا داره این نام خدا بسیار محفل پیش برد بسیار محفل مست کرد خواندنای مست خواندنای آرام ولی بسیار راستی میفهمی که خود طرف که میباشه نه مادرش میگه او آرسی ما حبیب قادری بود وقت کسی نمیشناخت یا آسیب شبا بود آل از ما بخیر یک روز میگفت ما میگیم که سمیر هاشمی در شعفین ما میخواد انشالله بخیر بیا بریم خیلی یک دفعه پیش داماد بزن کنیم داماد چطور هستی؟ ایلا جان مقل چطور هستی؟ بسیار خوب پیش میرم تو چطور معلوم آور اینجا ساده هستی؟ نه لکه میشه میگه تو چرا در پولیش همیشه می سجده که نکردیم میفهمیم نشته کردیم ملکه این بلاگ 4 مغز است این 4 مغز است؟ 4 مغز یک هفته نشته کرد در کامنت میگه چرا مو 4 پس نمیکنین چرا بی نمیمانین بیشیست ایوان 4 بی چی؟ ایوان 4 بی چی میشه؟ نه این ماستری خواهد گرفت ماستری خدا گرفته اگه بی مغز باشه ما چی؟ خود دوستای نهایت از این کمره دفتان سر ماما مرتب البته کمره ملکه جانشان است دیگه با کمری ما گپ نمیزدی سلام های قدر تقدیم میکنم به فالوورای 4 مغز دیگه خدا کنه که همیشه خوش آرام باشین کلگی یک جای دوستا راستی هم دیگه ما شکر کل ما یک جای شدیم بسیار لذت میبریم از این دقیقه و از این لحظه بسیار یعنی خوشایند است شکر که آمدین راستی هم محفل ما رو گرم ساختین خوش شدیم تشکر اگه مسکات تا بالا یک کم ضعیف است چرا؟ اگه دارسی تر باشه نه من قرقص کدام 4 مغزه یک مغز میکنم تناش که بان نه من قرقص کدام مسجد دید کامری مصرف پس هم نکو نه مزاق کرد اونا فیصل جان میگه مسی کمری مرا دید گریخت اول گپ زدم کوشش میکنم در کمره یک 5 دقیقه بیایم تنها در کل کمره آمدیم در کمره خود تبال نامدیم راست میگه ما پیشتر موسیقا مرا پسند کرد که نانچ تو بود آل دلم گشت این خوک مایره قصه کرده بود در پایین کمری از این کمری تون پایین قصه کرده یا اوکی سمیر جان سلام خدا کنه خوب باشین ما تنها میخواستیم بگویم که بسیار یک آواز خوب دارین بسیار محفل مست میکنین همه گیتان راستی بسیار تشکر از اینکه آمدین کدما اینجا متین جان گپ سمیر جان گپ بزنین از خاطر یک چند وقت بعد دیگه کچما گپ نمیزنه چون هنرمند که مشهور میشه باز زیادش دیگه باز یک لول دیگه میره در محفلای اولادای ما مستین خودت دیگه خلاص شد بخیر اوکی سعید خیلی دوستا ما دیگه وقت یارانه میگیریم که خواندن بخوانن یا
جای ما آمدیم که تو بلند است تک ماما این دیگه در بلاک امروز سلام هم گفتی یا نه؟ سلام گفتی؟ نه در بلاک خود نگو دوستایی گفت سلام برسه یک رقم جگر خون معلوم نیست آقا رسه دختر ما بگه یک دختر داریم اونو بخیر و ما رسید مافای بخیر دیر شد مافای بخیر دیر شد بخیر دیر شد شب خینه خوب نام خدا دوستا کل از جوانا بسیار خوب جوانا بسیار لیک انود هم سالون بسته که اعلام کرده که برین دیگه این انود هم یا مست هستن دلشان یخ نمیکنه هیچ خلاصی نداره افغانه که بگه سلام دادی تنگه تاوان دادی حالی بیچاره جگر خون خونه است دیگه از خاطر میفهمی که کجا میره پیش کی هست نه اما سو نه خدا میره اون میای آقا دل جهان پدر و مادر متی باید جگر خون باشه بعد ما برم که کاکاشم گپ بزنم محمد می جگه تو از خود جگر خون است آدرس غلط دادن تا و بازم تبریک باشه ماما جان بخیر آرزوام بخیر دیر شود بلگی بره در خانهش دوستای کل شکیب جان یا نیر رسیم صاحب کل بچه بسیار یه دیگه ای وارو داماد ما میشه این داماد ما دیگه بازم بریم که اینال اینجا محفلم گرم شد سعی کنیم باز تشکر ماما جان باز میبینیم بخیر خب دوستان ما میریم دیگه بخیر محفل خلاص شد در موتر هستیم دیگه بخیر میریم طرف هتل یا امیال یک نیم بجه شو است اشتکام در موتر خو ما یعنی که کم خسته راستی هستیم خب شکیب جان چطور بود محفل؟ محفل بسیار خوش بود بسیار عالی بلگی از خود فامیلی آمده بود سمیر جان بسیار محفل گرم کرد خوب خوان متین جان خوب سعید تبله برش نوان و مزمل جان که موسیقی گپای ما را که در ویدیو میبینید از مزمل جان هسته و ما خوب کیبورد در لایق بود یا راستی یا دوستان راستی از طرف ما براتون زیاد گفتم ما موزیکش بسیار خوشم آمد راستی سمیر جان بسیار لایق است در می کار خود بسیار علاقه داره و راستی لایق است و من میفهم انشالله پیش میرم حال فکر میکنم تا حال کس نمیشناسیش من تا یک چند ماه بعد یا چند سال بعد خوب بلند میشه خوب نام میکشه وقتی راستی صدای بسیار خوب داره و راستی محفل بسیار مست کردم دیگه چی یا شکر دو محفلم بخیر با خوبی تیر شد محفل فامیلی بود راستی زیاد ساعت ما تیر شد ما بین خود بودیم
دیگه من فکر میکنم من ملکه جانم پرسان کردم گفتم همه چیز به دلش بود شکر که همه چیز به دل آرز داماد بود یا مایم است دوستان فکر میکنم دق نورده باشن دیگه ساعتشون تیر شد یا دیگه الان نانش هم بسیار مزدار نانش هم یا فرنیش هم بسیار مزدار بود باز خوردی؟ یکم مونده بود خوردم راستی مزدار بود اما هر چیزی که خوردی تو فکر میکنی که خودگی است یعنی که خود آدم مادار آدم کم بود منتها مزدار بود یعنی نه کم هم چی یعنی که تو نبود که فریمون نه مثلا سالنگ یعنی که برابر بود بسیار برابر بود راستی اما خوب بود 20 رقم گوشت نبود 20 رقم برنج نبود 20 رقم مثلا دیگه چیزا نبود از کل چیز یک بود یک چیز بود و مزه‌دار بود راستی مرا خوشم آمد فرنیش نخوردم متاسفانه از یا فرنی را منتها که دوستا کلگی گفتن که بسیار مزه‌دار بود دیگه دوستا پیران از وسای دیزاین راستی کلگی فکر میکنم پیش ما آمد گفت پیرانت بسیار مقبول است ای مادر جانو که مرا دید گفت وی پیران دست کجا کردی نشناخت خناو بود راستی بسیار خوبش است کلگی گفت که بسیار خوبش است از کجا کردیم دیگه مرام زیاد خوشم آمد دادم راستی پیرانش بسیار خوبش است گفتم تو که رنگ بی رقمم نیست و گرمم کادم بگویه بسیار یا افتاده تکیش بسیار خوب است دوستان دیگه ما راستی مندازل هستیم 1.5 ساعت راست خیر با خوبی ده و تل کلگی برسته کل دوستا ای تیمک فکر نکنین ای چی هسته ای شکیب جان یک اپ داره که عکسش نگیره تیز ندوانه زیاد عکس ما گرفتن که از این چیزا خریدم که یا ده آنلاین منتها کامراز بخاطر هر کیلومتر یکی یا خب بخاطر که اینجا تنها مچم آدم 100 اجازه است در آلمان خوب فریست از آدم میتونه بخی گاز بده اینجا دمیار 5 دقیقه بعد تیم میکنم یا دوستا دیگه شبتون بخیر انشالله میبینیم خدا صبا دیگه صبا فکر میکنم میریم در محفل بر ملکه جان گفتم تا یک سورپرایز گرفتیم میریم کچان بچلا پاتی ما خانما دیگه ببینیم بچه چی میکنن مردا چی پلان دارن دیگه بعد از او چی میگن یا یا بخیر صبا دیگه صبا بخیر انشالله رسیسته بس میبینیم خدا دیگه دوستا کامنت لایک شیر سابسکرایب کنید تشکر که تا اینجا بودین تشکر که سعی کردین تشکر که ما رو سابسکرایب میکنید تشویق میکنیم دیگه لایک شیر سابسکرایب خودتون میفهمین شبتون خوش